اگر ما درباره رشد علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی حرف زنیم، چه خیلی که ما از تجربه‌های دولت‌های پیشرفته می‌بینیم، دولت‌هایی که رو به رشد علم‌های دقیق و طبیعت‌شناسی رو آورده هستند، در آنها پیشروی تمام حیات جامعه دیده می‌شود. از این نقطه نظر حکومت جمهوری تاجیکستان هم اندیشه‌های خوب را پیشنهاد کردند و از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری امامعلی رحمان، سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی، ریاضی و دقیق اعلان شد. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های دانشگاه ملی تاجیکستان در فاکولته فیزیکا در پایه کافدرای فیزیکای جسم‌های سخت کنفرانسیای بین‌المللی در موضوع مسائل معاصر فیزیک شیمی گذرانیده شد و در این کنفرانسیا آموزگاران و عالم‌های دانشگاه‌های تاجیکستان و بیرون از مقیاس تاجیکستان اشتراک کردند و مبادله تجربه کردند و فکر میکنم که این مبادله تجربه برای پیشروی علم فیزیک در فاکولته فیزیک دانشگاه ملی تاجیکستان سهم خود را میگذارد.